انفجاری که در ویدیو دیدید حین فلاشینگ یا شستشوی سیکل توسط گاز ازود رخ داد. میدونیم که فشار هوا یا همون ازود در داخل لاستیک خودرو حدوداً 2 بار یا 30 PSI میشه. اما فشار گاز ازود یا همون نیتروژن در داخل این کپسول ها حدوداً 150 بار یا 2200 PSI. پس میتونیم نتیجه بگیریم که فشار کپسول گاز ازود در داخل سیلندرش حدوداً 75 برابر باد داخل لاستیک خودروی شما هست. بیایم یکم جزئی تر به موضوع بپردازیم. کپسول گاز ازود به صورت خوابیده روی زمین قرار گرفته و بدون استفاده از رگولاتور فشار گاز ازود مستقیما به شیلنگ وصل شده و بعد از اون به مخزن فلاشینگ که داخلش مقداری مایع شستشوی سیک قرار داره و بعد از اون توسط این شیلنگ زرد به کندانسور وصل شده و داره عمل فلاشینگ رو انجام میده. اتفاقی که رخ داد اینه که همکار ما بدون استفاده از رگولاتور فشار مستقیما کپسول ازود رو به شیلنگ وصل کرد. این یک کپسول گاز ازوده. هنگام استفاده از کپسول گاز ازود که روی اون N2 هم باید نوشته شده باشه، حتما شما باید از این درپوش استفاده کنید که خدایی نکرده هنگام زمین خوردن باعث ترکیدن این شیر نشه. بعد از اون حتما شما از رگولاتور فشار استفاده کنید.